خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. امروز اومدیم برای اولین بار میریم ماینکرافت، اونم راسته مبارک. و اینو بگم که بچه من این اولین ویدیویی که در صدای خودم گذاشتم و بله و اینکه بگم که من این بازی رو از بچگی دانلود کردم که خودم هم زیاد باش بازی نکردم و بعدش حذف می‌کردم، ولی امروز اومدیم ماینکرافت بازی کنیم. فقط بچه اگه که تونستین ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و اینکه بریم استودیو بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب یه لیو میزنیم. نه میخوایم یه جهان جدید شروع کنیم. بازی که خودم قبلش بازی کردم و نمیخوام. اسم جهان یه چیز چرت و پرت حالا میذاریم. خب ای کیبوردم باگه یکم. سروایول میذاریم رو حالت نرمال باشه بهتر. خب بزن بریم. یه لحظه. خب الان بازی داره لود میشه و بریم ببینیم چی کار میگه. اینم بگم که بچه من زیاد ماینکرافت گفتم که یه بار بچه بودم نصبش کردم بعدش حذفش کردم چون زیاد پلی ندارم، ولی اون موقع جایی که یادم میاد اولین بار باید چوب پیدا میکردیم. حالا بذار بازی لود بشه بریم ببینیم چی میشه. من ویدیو رو استاپ میکنم که حوصلتون سر نه. خب ما اسپان شدیم و ما رو توی جنگل اسپان کرد. خب بهتر یه چوب بکنیم. بعدش با این چوبا فکر کنم باید یه شمشیری چیز بزنه، ولی این چوبا به درد ما نمیخوره. این چوبای چیز میخوایم. این مدلی اینجا هم که فقط مدلی داره که سریعتر بدویم. راستی بچه اگه این ویدیو به 1000 تا لایک بیرسه کانال هم بهتون نشون میدم. و اینکه اگه بازدید زیاد بخوره چالشی که شما تو کامنت ها میگین تو ویدیو بعدی انجام میدم. خب چرا پیدا نمی کنیم؟ یعنی چی؟ بسا بریم بالا. اینجا نه یکی پیدا کردم. ای بله ما میتونیم یه شمشیر چوبی بسازیم. نمیدونم شاید هم نتونیم با شمشیر بسازیم. میگم که من زیاد ماینکرافت بازی نکردم و اطلاعی ندارم و نمیدونم چجوری باید شمشیر بسازیم. ولی تا اونجایی که وایسا ببینم اینا اون نیست. تا اونجایی که یادم میاد باید یه صندوق بسازیم. آره وایسا از این چوبا بکن. آره وایسا. ببخشی اگه یکم میوانم چون یکم هم سرما هم دارم. بله
قول میدم در فاطمت که سرما یکم بهتر شد سرحالتر میشم. الان چون سرما دارم یکم زیاد سرحال نیستم، انرژیم زیاد نیست. خوب اینو از این چوبا بسازیم، پس باید دنبال این چوبا بگردیم. ولی کجا این؟ کلا تو این جهانی که ما اسپان شدیم کلا همه جا برفیه، پس لااقل میریم دنبال مرغی خوکی چیزی بگردیم بخوریم. نباید زیاد میدونه. اونجا یه گوسفند و خوک هست. چه باک شد؟ ما موسیم فعلا نمیتونم تمام بردم. این باگه بخشی یکم باگه، چون گوشیم یکم ضعیفه، چون همزمان دارم ضبطم میکنه. بمیر بالاخره کشتیمش و تونستیم این گوش نمیگیره با یه پشم. بریم بیشتر گوسفند پیدا کنیم، بیشتر گوش بگیریم. یه خوک اونجاست. ایول نجم خوکی بیا اینجا بینم. ببین چقدر سنگیونی تو، ببین دیگه کجا در میری؟ بیا اینجا. داری منو نکنی ببین. بالاخره مرد. با دست خالی نمیتونی حیوان زیاد بکشی. گوشتم شد. یه گوشت خوکم مرد. خب اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.